والا تیشه پر نکن بابا. کن مرا نش اینجوری من یالی بیمه، من گنگستر بیمه، من جنگی بیمه. آمدیم خواستگاری سال خانوم برای پسرم. بروز جان دایی باشه بیا اینا رو راهنمایی کن. چشتی؟ حالا من برم بگم چی؟ روانشناس روان منو بشناس. میشه ماما جان برده من بخورم به پیسی شاگرد نیاد بی پولی بکشیم. نمیگی آبت کو نونت کو دوا و درمونت کو. آقا ول کن من اشتباه کردم اصلا. ولش کن گوشتو بکن. چی شده؟ چیکار کردی؟ بگو تا داییتو نیومده من رفع و رجوع کنم. بگو. نشستم رو توالت فرنگی شکست. آخ بروز باد طوره بیفته. آقا نقی دیده این تخت سلیمان نویره؟ بله داداش حاجی نوبت شماست بفرما. تارگه من عرصو عامله. اجازه بدید من دارم صحبت میکنم. من اینه مشکوکم گرچه به عنوان پسرخاله بود. خواهش میکنم خارج از بازی صحبت نکنید، بازی ربطی نداره که. من میخواستم بگم که آقای نقی معمولی فرزند پنجلی شما به حرص قاطع مافیا هستی بعدم مافیا هستی. اگه مافیا هم نباشی شهربند خیلی بدی هستی. خیلی داری بد بازی میکنی. ولی هما خانم آقا نقی ما خیلی دلمون میخواست کادومون خودمون تو عروسی تقدیم عروس خانم میکردیم. آقا من اذیت نکنه. الان ببینید الان این خانم به عنوان یه فرد تازه واردی که اومده خانواده ما جا پیدا کرده کمک هزینه مریخش کارو پیش کرده تقدیم شما کرده که شما تقدیم دختر. عمو فیفی اجازه بده. فیفی چیه عمو فیفی؟ من عرصو فیفی نگو. والا تیشه پر نکن بابا. کن مرا نش اینجوری من یالی بیمه، من گنگستر بیمه، من جنگی بیمه. من میگم منو نگو فیفی، من عرصو